امیدوارم حالتون خوب باشه. از طریق آکادمی مینورس میخوایم به یه موضوع اساسی که امروز توی اینستاگرام و فضای مجازی کلا بولد شده بپردازیم. اینکه درآمد دلاری اصلا ممکنه یا نه غیر ممکنه، دارن به ما وعده میفروشن. یک سوال اساسی که دارم اینه که شما درآمد ریالیتون رو چطوری کسب میکنید؟ درآمد ریالیتون رو زمانی کسب میکنید که یه مهارت داشته باشید. اصلا کلا درآمدتون زمانی کسب میکنید یه مهارت داشته باشید. مهارت کار کردن، مهارت ادیت، مهارت فروش، مهارت انواع مهارت‌های دیگه. حالا شما چه زمانی میتونید درآمد دلاری داشته باشید که یه مهارتی رو داشته باشید؟ اگه این مهارت رو نداری، ورود به حوزه درآمد دلاری برات غیر ممکن و خیلی سخته و تقریبا محال. اگه میخوای درآمد دلاری داشته باشی باید یه مهارتی رو داشته باشی.